تحلیل روابط میان قدرت سیاسی و مبارزات جمعی در قرن 21 مستلزم فراتر رفتن از دوگانه‌های سنتی راست و چپ است. اگرچه ادبیات دانشگاهی به طور گسترده خصومت آشکار بخش‌های محافظه‌کار و راست افراطی نسبت به تنوع‌های جنسی و جنسیتی را مستند کرده است، به همان اندازه بررسی اشکال ضمنی طرد که در فضاهایی که خود را مترقی می‌دانند تداوم می‌یابد اهمیت دارد. این اشکال معمولاً از طریق گفتمان‌های صراحتاً تبعیض‌آمیز بیان نمی‌شوند، بلکه از راهکنش‌ها، سکوت‌ها و مرزهای نمادینی عمل می‌کنند که دسترسی مؤثر جمعی به موقعیت‌های تصمیم‌گیری و اقتدار را محدود می‌سازند. از منظر ساختاری قدرت به صورت خنثی توزیع نمی‌شود. جوامع مدرن سلسله مراتب‌های تاریخی را بازتولید می‌کنند که به برخی سوژه‌های تلقی شده به عنوان هنجاری مشروعیت سیاسی و ظرفیت تصمیم‌گیری اعطا می‌کند. سوژه سیاسی هژمونیک همچنان تا حد زیادی سیسجندر دگرجنسگرا و همسو با الگوهای سنتی شهروندی است. در این چارچوب، افراد ایجا اغلب در گفتمان عمومی به عنوان موضوع حفاظت یا شناسایی اخلاقی گنجانده می‌شوند، اما نه به عنوان کنشگران کامل با توانایی حکمرانی، قانونگذاری یا هدایت فرآیندهای جمعی بلندمدت. یکی از محدودیت‌های مرکزی مترقیگری معاصر تقلیل مبارزه جمعی به سطح شناسایی نمادین و عدم تبعیض بین‌فردی بوده است. در این منطق هدف اصلی ظاهراً ریشه‌کن کردن توهین، خشونت کلامی یا طرد اجتماعی آشکار است. اگرچه این جنبه‌ها مهماند و مسائل واقعی را تشکیل می‌دهند، این تقلیل بعدی بنیادی از نابرابری را نامری می‌کند. دسترسی به قدرت نهادی، برابری سوری در رفتار روزمره تضمین کننده برابری مادی در توان اثرگذاری بر ساختارهایی که زندگی اجتماعی را سازمان می‌دهند نیست. نظریه سیاسی انتقادی نشان داده است که شمول نمادین بدون بازتوزیع قدرت گرایش دارد به همسابه سازوکاری برای مشروعیت بخشی به نظم موجود عمل کند. در مورد جمعی این امر به پذیرشی مشروط می‌انجامد که امکان رویت پذیری را تا جایی می‌دهد که مراکز تصمیمگیری به چالش کشیده نشوند. هویت‌های دگراندیش در فضای فرهنگی جشن گرفته می‌شوند، اما هنگامی که قصد تصدیع مناسب در پارلمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادهای قضایی یا سطوح تدوین سیاست‌های عمومی را دارند، با مقاومت‌های معنادار مواجه می‌شوند. این حد برداشتی محدود از شهروندی را آشکار می‌کند. مورد افراد ترنسجندر و غیر دودویی به ویژه روشنگر است. طی دهه‌ها حضور آنان در بحث عمومی تقریباً به طور انحصاری با روایت‌های حاشیه‌نشینی، قربانی بودن یا استثنایی بودن پیوند خورده بود. حتی در درون بخش‌هایی از جریان‌های مترقی، تصویری تثبیت شد که آنان را به عنوان سوژه‌های آسیب‌پذیر نیازمند قیمومت نه کنشگران سیاسی خودمختار جای می‌داد. این رویکرد هرچند ظاهراً همدلانه است، شکلی از پدرسالاری را بازتولید می‌کند که توان کامل این افراد برای اعمال قدرت و مسئولیت نهادی را انکار می‌کند. پدرسالاری مترقی از طریق منطقی نامتقارن عمل می‌کند. حق وجود داشتن، مورد تعرض قرار نگرفتن و محترم شمرده شدن در سطح فردی به رسمیت شناخته می‌شود، اما بی‌اعتمادی نهفت‌های نسبت به شایستگی برای اتخاذ تصمیم‌هایی که بر کل جامعه اثر می‌گذارد حفظ می‌گردد. این بی‌اعتمادی معمولاً به صورت مستقیم بیان نمی‌شود، بلکه از راه استدلال‌های فنی، دغدغه‌های ثبات نهادی یا ارجاعات انتزاعی به منافع عمومی مطرح می‌شود. با این حال اثر روشن است، طرد برخی بدنها و سوژگی‌ها از فضاهایی که آینده جمعی در آن تعریف می‌شود مشروعیت می‌یابد. در این زمینه تحلیل مفهوم قدرت از منظر فوکویی اهمیت دارد، با این فهم که قدرت صرفاً یک مالکیت نیست، بلکه شبکه‌ای از روابط است که از گفتمان‌ها، کنش‌ها و دانش‌ها عبور می‌کند. مترقیگری‌هایی که مشارکت سیاسی جمعی را محدود می‌سازد، با تعیین اینکه کدام سوژه‌ها برای حکمرانی مشروع تلقی می‌شوند و کدام باید در موقعیت‌های فرودست بمانند، به بازتولید این شبکه‌ها کمک می‌کند. طرد لازم نیست صریح باشد تا مؤثر واقع شود. طبیعی‌سازی معیارهای خاصی از هنجارمندی کفایت می‌کند. ظهور افراد ترنسجندر و غیر دودویی در مناصب سیاسی مهم این تنش‌ها را عیان کرده است. هنگامی که این هویت‌ها شروع به اشغال فضاهایی می‌کنند که به طور تاریخی به سوژه‌های سیسجندر اختصاص داشته است، واکنشی پدید می‌آید که از مرزهای ایدئولوژیک سنتی فراتر می‌رود. مقاومت تنها از سوی بخش‌های محافظه‌کار نیست، بلکه از جانب کنشگران مترقی نیز دیده می‌شود که این دگرگونی را تهدیدی برای نظم نمادینی تجربه می‌کنند که به آنان مرکزیت می‌بخشید.
ترس نه از خود تنوع بلکه از بازتوزیع قدرتی است که این تنوع به همراه دارد. این پدیده را میتوان در پرتو نظریه‌های هژمونی فرهنگی تفسیر کرد. چپ مترقی در بسیاری از زمینه‌ها توانسته است گفتمان شمولی بسازد که به آن مشروعیت اخلاقی میبخشد. با این حال، هنگامی که این گفتمان با ضرورت واگذاری فضاهای قدرت واقعی مواجه می‌شود، تناقض‌های عمیقی آشکار می‌گردد. هژمونی نه تنها از طریق اجبار بلکه از طریق اجماع‌هایی حفظ می‌شود که تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند آرزوی حکمرانی داشته باشند. از این منظر سکوت برخی بخش‌های مترقی در برابر حملات به جمعیت خنثی نیست بلکه در خدمت حفظ همین هژمونی‌هاست. عنصر مرکزی دیگر رابطه میان هویت و نمایندگی است. دموکراسی نمایندگی بر این پیش‌فرض استوار است که نمایندگان می‌توانند به نام جمعیتی متنوع قانون‌گذاری کنند. با این حال این پیش‌فرض هنگامی به چالش کشیده می‌شود که برخی گروه‌ها به طور نظاممند طرد می‌شوند. نبود افراد ایری و به‌ویژه افراد ترنسجندر و غیر دودویی در فضاهای تصمیم‌گیری تصادفی نیست، بلکه نتیجه موانع ساختاری است که تعصب‌ها، نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و سازوکارهای غیررسمی طرد حزبی را در بر می‌گیرد. این تصور که افراد ایری باید مشارکت سیاسی خود را به دفاع از حقوق خویش محدود کنند، این طرد را تقویت می‌کند. انتظار می‌رود آنان درباره تنوع، تبعیض یا هویت سخن بگویند، اما نه درباره اقتصاد، امنیت، سیاست خارجی یا برنامه‌ریزی دولتی. این قالب‌بندی موضوعی مشروعیت آنان را به عنوان کنشگران سیاسی جامعه کاهش می‌دهد و شکافی مصنوعی میان موضوعات جهانی و موضوعات بخشی بازتولید می‌کند. در واقع هر تصمیم سیاسی به صورت ارزی بر چندین جمع اثر می‌گذارد، از جمله بر جام‌هایی که به طور تاریخی به حاشیه رانده شدند. از منظر هنجاری برابری دموکراتیک را نمی‌توان به فقدان تبعیض سوری فروکاست. این برابری مستلزم امکان مؤثر مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در شرایط همترازی است. تحقق این امر نه تنها به تغییرات حقوقی بلکه به دگرگونی‌های فرهنگی عمیقی نیاز دارد که مفروضات مربوط به شایستگی برای اعمال قدرت را به پرسش می‌کشد. تا زمانی که این ایده پابرجاست که برخی هویت‌ها با اقتدار سیاسی ناسازگارند، دموکراسی ناقص خواهد ماند. واکنش دوگانه مترقیگری در برابر پیشرفت سیاسی جمعی را می‌توان به عنوان شکلی از اضطراب هویتی نیز تفسیر کرد. هنگامی که کنشگران مترقی با سوژه‌هایی مواجه می‌شوند که دسته‌بندی‌های سنتی جنسیت و قدرت را به چالش می‌کشند، بسیاری از آنان فقدان مرکزیت نمادین را تجربه می‌کنند. این فقدان مقاومت‌هایی پدید می‌آورد که به صورت احتیاط بیش از حد، انتقادهای پوشیده یا مستقیماً کنشن کردن در برابر حملات بیرونی بروز می‌یابد. دفاع از اصول انتزاعی زمانی کم‌اولویت‌تر می‌شود که مستلزم چشم‌پوشی از امتیازهای ملموس باشد. از این رو مبارزه جمعی در زمان حاضر را نمی‌توان صرفاً به عنوان مبارزهایی برای حقوق مدنی فهم کرد، بلکه باید آن را نزاعی بر سر معنای خود دموکراسی دانست. مسئله باز تعریف این است که چه کسانی سوژه‌های سیاسی مشروع به شمار می‌آیند و کدام صداها اختیار تصمیم‌گیری درباره آینده مشترک را دارند. این نزاع هم راست را و هم بخش‌هایی از چپ را ناراحت می‌کند، زیرا بنیان‌هایی را به چالش می‌کشد که قدرت مدرن بر آنها بنا شده است. چالش نظری و سیاسی در گذر از اشکال شمول نمادینی نهفته است که به دگرگونی‌های ساختاری ترجمه نمی‌شوند. این امر مستلزم بازبینی انتقادی کنش‌های مترقی و پذیرش این واقعیت است که حمایت صرفاً خطابی کافی نیست. انسجام دموکراتیک ایجاب می‌کند که گسترش حقوق با گشودن واقعی فضاهای قدرت همراه شود. تنها در این صورت می‌توان به سوی جامعه‌های پیش رفت که در آن تنوع نه از بالا تحمل شود بلکه به طور کامل در فرایند تصمیم‌گیری ادغام گردد. در نتیجه گیری، تحلیل نقش مترقیگری در برابر مبارزه جمعی تنشی حل شده میان گفتمان و عمل را آشکار می‌کند. تا زمانی که برداشتی محدود از برابری حفظ شود که دسترسی به قدرت را می‌کند، تبعیض در قالب‌های پیچیده و از نظر اجتماعی پذیرفتنی ادامه خواهد یافت. تثبیت یک دموکراسی ماهوی مستلزم بهره‌سمیت شناختن این نکته است که مشارکت سیاسی کامل افراد ایری یک امتیاز یا اعطا نیست، بلکه شرطی ضروری برای عدالت اجتماعی و مشروعیت نظم دموکراتیک است.